our members, and that is led and coordinated by the DSRSG. So I'm very happy that he's able to join us for this dialogue. As my colleague Nassim mentioned just now, the head of UNDP globally, our administrator. UNDP میگوید حمایت از بخش خصوصی کلید توسعه پایدار افغانستان. با منظور تقویت رشد اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP نشست ویژه‌ای را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تاجران، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی در کابل برگزار کرد. در این نشست الکساندر دیکرو، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، استیفن رودریگوز، نماینده این سازمان در افغانستان، نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان بخش بانکداری، اتحادیه‌های تجارتی، زنان کارآفرین و شمار از نمایندگان نهادهای داخلی و بین‌المللی حضور داشتند. در این نشست پس از سخنان افتتاحیه آغاز شد و در آن درباره وضعیت اقتصادی افغانستان، نقش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و راهکارهای گسترش فرصت‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. نمایندگان بخش خصوصی چالش‌های موجود در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری، محدودیت دسترسی به خدمات مالی، نیازهای بازاریابی و ایجاد فضای مناسب برای رشد کسب و کارها را مطرح کرده و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. در این نشست همچنین بر حمایت از زنان کارآفرین، توسعه کسب و کارهای آنان، ارتقای مهارت‌ها و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است. از سوی دیگر بخش‌های زراعت و مالداری به عنوان از مهمترین ارکان رشد اقتصادی افغانستان معرفی شده است. اشتراک کنندگان به حمایت از دهقانان، مالداران و تولید کنندگان محصولات زراعتی، افزایش تولید، بهبود دسترسی به بازار و تقویت اقتصاد روستایی تاکید کردند. در ادامه اشتراک کنندگان دیدگاه‌ها، تجربیات و پرسش‌های خود را با مسئولان در میان گذاشت و خواستار همکاری‌های عملی برای تقویت بخش خصوصی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار شدند. الکساندر دیکرو، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، در سخنان خود نقش بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی افغانستان مهم خواند و تاکید کرد که این نهاد به حمایت از تاجران، کارآفرینان، زنان متشبث، دهقانان و تولید کنندگان افغان ادامه خواهد داد. در پایان اشتراک کنندگان خواستار گسترش همکاری و هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی شد و تاکید کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی میتواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغالزایی و تقویت ثبات اقتصادی در افغانستان باشد. این نشست در حال برگزار شد که بخش خصوصی، زراعت و مالداری افغانستان همچنان با چالش‌های در زمینه سرمایه‌گذاری، بازاریابی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به خدمات مالی روبرو هستند. با این حال همکاری‌های مشترک می‌تواند فرصت‌های تازه برای رشد اقتصادی و خودکفایی کشور فراهم سازد.